سلام عرض کردم. بنده موشکافم، مخلص همه یاران و همیاران سیمای آزادی. آقا شما حساب ظرفیت شرمندگی ما رو هم بکنید. آخه در برابر این همه لطف و محبت چی بگم من؟ کوچیک و بزرگ، جوون و جوونتر همه بودن، همه آستین بالا زدن تا چراغ سیمای آزادی روشن بمونه. دم شما گرم که خوب دماری از روزگار آزما در آوردید. تو این همیاری نفس عظما بند اومد، به خصوص که گل ریزون سیمای آزادی با مراسم کفن و دفن اتمی عظما همزمان شده بود. نیمه شب دیشب بعد از آنکه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گزارش خود را مبنی بر تایید اجرای تعهدات ایران قرائت کرد، وزیر خارجه کشورمان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسئول هماهنگی گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را در بیانیه‌ای اعلام کردند. بله، حالا امشب میخوایم بریم تو کار موشکافی تبعات برجام. میخوایم ببینیم آخوند بعد از برخاستن از خاک اتمی رو چه خاکستری نشست و الان گرفتار چه مکافاتی شده. اجازه بدید اول از ورق پاره های باند کوسه شروع کنیم که خودشون هم موندن جشن بگیرن یا گریه‌زاری کنن. مثلا از یه طرف بهبه و چهچه میکنن. جمهوری: توافقات گسترده سیاسی و اقتصادی با لغو تحریم‌ها. ایران: فروپاشی تحریم. آرمان: تحریم‌ها به تاریخ پیوست. از اونجایی که پشتبند این جار زدنا و داد و غالا باید سر کیسه رو شل کنن و حق مردم رو بدن، به ناگهان همین ورق پاره ها فتیله تبلیغات رو پایین میکشن و زیراب وعده های شیخ پری رو میزنن. ابتکار 27 دی: روحانی باید حقایق اقتصادی ایران را برای مردم بیان کند. در غیر این صورت تندروها موفق به مجاب شدن ملت ایران می شوند. رئیس جمهوری باید به مردم بگوید که اقتصاد ایران اقتصادی خراب، فاسد و ناکارآمد است. چطور شد؟ تا دیروز که میگفتید اگه برجام عملی بشه علم میشه و بل میشه، اصلا دروازه ها باز میشه، اقتصاد بال در میاره. حالا چی شد؟ به ناگهان اقتصاد ناکارآمد شد. بالاخره طناب تحریما با گردن عظما چی کار کرد؟ رئیس سازمان بسیج: سید عباس عراقچی هم در روزها و ساعات منتهی به فرارسیدن روز اجرا آب پاکی را روی دست همگان ریخته است که این واقعیت را باید بپذیریم که همه تحریم ها برداشته نمی شود و فقط تحریم های مرتبط با هسته‌ای رفع خواهد شد. حالا بشنوید از ورق پاره های باند خامنه که دماغشون از بوی الرحمن نظام پر شده و به فرجام و برجام پی بردن. در حقیقت دولت آمریکا توافق برجام را یک زیرساخت نرم افزاری برای تغییر نرم در جمهوری اسلامی از طریق تقویت و تثبیت غربگرایان در دستگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری ایران در نظر گرفته است. این وسط مسخره تر از همه تیوی ریشه که شروع کرده به برجسته کردن حرفای آمریکایی‌ها تا اینطوری تیوب اعتدالی شیخ پری رو پنچر کنه و بگه الکی وعده‌های سرخرمن به کسی ندید. این آشی که برامون پختن یه وجب که چرز کنم 10 وجب روغن روشه. در حالی که در آستانه اجرای برجام رسیده ایم، اما سخنان دو پهلوی مقامات آمریکا همچنان تکرار می شود. جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت هنوز ابزارهای لازم را برای تحریم ایران در اختیار داریم. به محض اجرای برجام ما شاهد رژیم راستی آزمایی سختگیرانه و فشرده خواهیم بود که تضمین می‌کند ایران به تسلیحات اتمی دست نیابد. خاورمیانه تحت تنش‌های بزرگی است و شرایط آن بدون یک ایران اتمی بهتر از ایران اتمی خواهد بود. خبر فوری:
خبرگزاری رویتر. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه رژیم ایران به خاطر نقض تحریم‌های موشکی اعمال کرده است. بله، بلافاصله بعد از تن دادن آخوندا به ذلت برجام با این تحریم‌های جدید فعلا یه سری فرود اومد به بناگوش عظما. بله، بنده موشکاف از اینکه دندون اتمی ملای جانی کشیده شد خیلی خوشحالم، اگرچه هنوز ناقصه، اما همینش هم یه توپوزی اساسی به عظماست. اما اصل قضیه اینجاست که با این پولای پیشخور و قیمت پایین نفت حلقه زنجیر تحریما باز نشده. 10 تا دیگه هم چی شده؟ اضافه شده. یعنی که عظما و شیخ فری ول معطلن. از این باطلاق زهرخوران به این سادگی ها نمیتونن بیرون بیان. یه بار دیگه درود به همه همیاران سیمای آزادی. قربون همتون برم. خدا حافظ شما.